سلام، به این برنامه تحلیلی خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم یک راست بریم سراغ یه داستان واقعی پرفراز و نشیب و به شدت جذاب از تاریخ. قرار مسیر زندگی 3 شخصیت برجسته رو کنار هم قرار بدیم و ببینیم چطور کارهای متفاوتشون در نهایت پایه‌های تاجیکستان نوین رو شکل داد. اگه براتون سواله که یک دولت چطور از دل تاریخ و تغییرات عظیم سیاسی متولد میشه، این همون داستانیه که باید بشنوید. خب، قبل از این که بریم سراغ جزئیات، فقط یه لحظه به این معمایه تاریخی فکر کنید. یه کارگر مهاجر، یه بچه یتیم و یه پناهنده سیاسی. چطور ممکنه 3 نفر با خواستگاه‌های تا این حد متفاوت و شروعی پر از سختی توی نقطه‌ای از تاریخ به هم برسن و یه کشور کاملاً جدید رو از صفر بسازن؟ تو این تحلیل قرار دقیقاً همین مسیر حیرت انگیز رو دنبال کنیم. از اون روزای سخت اولیه‌شون تا پایه‌گذاری دولت تاجیکستان، نقششون تو آموزش، اون سال شوم و تاریک 1937 و در نهایت میراثی که تا به امروز به جا گذاشتن. پس بیایید شروع کنیم. خب، بیاید اول از همه ببینیم این 3 نفر اصلاً از کجا شروع کردن، بعد داستان زندگیشون قبل از اینکه به هم گره بخوره چطور بوده. ببینید، مسیر زندگی این 3 نفر زمین تا آسمون با هم فرق داشت. نصرت الله مخصوم رو در نظر بگیرید. یه دهقان ساده که تو دره قرب به دنیا اومد و برای گذران زندگی مجبور شد بره کارگری. این سختی‌ها جهانبینیش رو به شدت باز کرد. از اون طرف شیرین شاه تیمور رو داریم که تو 8-9 سالگی یتیم شد و مجبور شد برای مرزبانای روس کارگری کنه. اما جالبه بدونید دقیقاً همون جا بود که روسی یاد گرفت. و نفر سوم نثار محمد اصلاً تو قلمروی تاجیکستان امروزی به دنیا نیومده بود. اون یه قهرمان نظامی اهل پیشاور بود که به عنوان یه پناهنده سیاسی پاش به آسیای مرکزی باز شد. می‌بینید 3 تا دنیای کاملاً متفاوت اما یه هدف مشترک. با وجود تمام این تفاوت‌ها، حالا بیایید ببینیم چطور تو دهه 20 میلادی مسیر این 3 نفر به هم گره خورد تا پایه‌های یه جمهوری رو بسازن. سرعت پیشرفت اتفاقات واقعاً خیره کننده است. اوایل دهه 1920 مخصوم داشت تو بخارای شرقی اوضاع رو سر و سامان میداد، در حالی که شاه تیمور مشغول سازماندهی حزب تو کل آسیای مرکزی بود. نقطه عطف ماجرا کی بود؟ نوامبر 1924، یعنی زمانی که جمهوری خودمختار تاجیکستان شکل گرفت. مخصوم شد اولین رهبر و شاه تیمور هم رفت دوشنبه تا به عنوان عضو کلیدی کمیته انقلابی نهادهای حکومتی رو راه بندازه. تا اینکه تو سال 1929 تاجیکستان شد یه جمهوری کامل و مخصوم رفت تو رأس کار. این 2 نفر شونه به شونه هم اسکلت سیاسی کشور رو بالا بردن. اما خب، یک کشور که فقط با خط کشیدن روی نقشه ساخته نمیشه، درسته؟ شما نیاز به کسی دارید که بتونه حق و حقوقتون رو با صدای بلند فریاد بزنه. اینجاست که شاه تیمور وارد عمل میشه. اون یه مدافع سرسخت بود. فقط کافیه به اون گزارش شجاعانه‌ای که تو ژوئن 1926 مستقیما برای خود استالین فرستاد نگاه کنید. اون تو این نامه بدون هیچ ترسی وضعیت سخت فرهنگی و اقتصادی تاجک‌ها رو توضیح داد تا حقشون رو تو اون سیستم بزرگتر تضمین کنه. یه دادخواهی واقعاً جسورانه. بسیار خوب. ما الان یه رهبر و یه سازمان دهنده داریم. اما تکلیف زیربنای فکری و گسترش مرزهای فیزیکی کشور چی میشه؟ اینجاست که نقش بی‌نظیر نثار محمد خودش رو نشون میده. اون کسی بود که خرد و دانش این ملت رو پایه‌ریزی کرد. باورتون میشه تو سالهای 1923 و 24 اولین کتاب‌های درسی مثل راهنمای حساب و الفبا رو همین آدم منتشر کرد. تازه اولین گروه از دانشجویای تاجیک رو هم اون فرستاد مسکو و لنینگراد تا درس بخونن. سال 1927 هم که شد وزیر آموزش. ولی کارش فقط به مدرسه و دانشگاه ختم نشد. اون نقش فوق‌العاده مهمی تو الحاق منطقه خوجند به جمهوری نوپای تاجیکستان داشت. یعنی هم ذهن‌ها رو گسترش داد و هم مرزها رو. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم و ببینیم هر کدوم تو این دولتسازی چه نقشی داشتن، می‌بینیم که چقدر قشنگ همدیگر رو کامل می‌کردن. مخصوم و شاه تیمور اون اسکلت سیاسی، اداری و اجرایی رو ساختن و برای حقوق سیاسی تاجیک‌ها جنگیدن. در مقابل نثار محمد با توسعه فکری، ساختن سیستم آموزشی و کمک به گسترش مرزها به این کالبد خام روح و جون داد. این تقسیم کار طبیعی دقیقاً همون فرمول برنده اونا برای ساختن تاجیکستان بود. اما متاسفانه این قطار پرسرعت پیشرفت
به یه سد محکم و تاریک برخورد کرد، دوران سیاه و بیرحم پاکسازی‌های استالین. سال 1937. این سال به تنهایی نماد یه پایان ناگهانی، دراماتیک و به شدت تلخ برای این 3 نفر و تلاش‌های جمعیشونه. سرنوشتشون تو این سال به شکل مرمور کننده شبیه همه. نگاه کنین، مخصوم تو ژوئیه، شاه تیمور تو همون ژوئیه و نثار محمد تو ماه اکتبر دستگیر شدن. اتهامات چی بود؟ یه مشت دروغ محض، چیزایی مثل جنایات ضد انقلابی یا همکاری با سازمان‌های ملیگرای ضد شوروی. و بخش دردناکش اینه که هر 3 نفرشون تو اکتبر همون سال فقط با فاصله چند روز از همدیگه اعدام شدن. یعنی دولتی که خودشون با خون و دل و فداکاری ساخته بودن در نهایت جونشون رو گرفت. اما خب، تاریخ همیشه حقیقت رو زیر خاک نگه نمی‌داره. بالاخره ورق برگشت و زمان اعاده حیثیت فرا رسید. اواسط دهه 50 میلادی یه نقطه عطف بزرگ اتفاق افتاد. تو سالهای 1956 و 57 دادگاه عالی شوروی رسما تمام اون احکام سال 37 رو لغو کرد. چرا؟ چون به قول خودشون مطلقاً هیچ جرمی اتفاق نیفتاده بود. بیگناهیشون کاملاً ثابت شد و اسمشون از اون اتهامات بی‌اساس پاک شد. و امروز تو تاجیکستان مستقل فداکاری‌هاشون به هیچ وجه فراموش نشده. نصرت الله مخصوم و شیرین شاه تیمور بالاترین نشان افتخار ملی رو گرفتن و رسما شدن قهرمان تاجیکستان. الان کلی خیابون و بنای مهم به اسمشونه. نثار محمد چی؟ اونم فراموش نشد. جالبه بدونید خیابونی تو دوشنبه که ساختمان وزارت آموزش دقیقاً تو همون قرار داره به اسم نثار محمد نامگذاری شده. چه ادای احترامی قشنگتر از این برای کسی که بنیانگذار آموزش کشور بود. برای پایان این تحلیل میخوام یه سوال مهم ازتون بپرسم تا کمی روش فکر کنید. مخصوم، شاه تیمور و محمد بالاترین هزینه ممکن یعنی جونشونو دادن، اما اون پایه‌ای که برای دولت تاجیکستان ریختن زنده موند و امروز به یک کشور مستقل تبدیل شده. وقتی به این از خودگذشتگی‌های عظیم فکر می‌کنیم، واقعاً ارزش این استقلال رو چطور باید بسنجیم؟ بهای واقعی ساختن یه ملت تو طول تاریخ چقدره؟ خیلی ممنون که تو این برنامه تحلیلی با ما همراه بودین. امیدوارم این داستان بهتون یه دیدگاه تازه درباره پیچیدگی‌های دولت سازی داده باشه. تا برنامه بعدی کنجکاو بمونید.